توی این ویدیو قراره بریم و آپاراتگردی رو شروع کنیم. امروز قراره بریم تو استریم آپارات را. پس این پارت 1 آپاراتگردی. برو بریم. خب خوش اومدید به این استریم. اینجا چی کار میکنه؟ برو ببینیم چی میگه. صدا اوکی؟ برو بریم. میشم درآمد تو بپرسم؟ داداش هنوز درآمد نداره. چی میخوای بپرسی؟ چتاش فقط عالی. درآمدم عزیزم، چون حالا مثلا در خودش میگه فعال نشده. آپارات فعال نیست. بله فعال نشده. بقیه میگم وای درباره درآمدم سوال نپرسید. بعد من تو مگه درآمد داری میخوان از سوال بپرسن دکتر؟ میگم که خب مشکلش چیه؟ وای حاجی میرسم. وای تو خوش تیپ ترین استریمری. حاجی وای برو بریم. وای تو خوش تیپ ترین استریمری. چند روز بذار بخونم اینو. داخل 32 روز. وای تو خوش تیپ ترین استریمری قربونت. حاجی باور کرد. 56 دقیقه باور کرد. بریم آقا بریم. حاجی برسیم مخصوصن اون. خب بذار ببینم دیگه کسی تو استریم لحاظ فشاری دیگه کسی نیست تو استریم. حاجی وای. اگر پای باشیم میریم کل کانالشون گیم بیس کنیم. بس لایک کنیم ویدیو رو. من ادمین کنم امروز فردا بردار نه دیگه هستین تو. حاجی وایسا. مخصوصا قسمت زانو. بله زانو چیز عجیبیه. حاجی فهمید. حاجی نظرتون میریم تو کانالش؟ نه حاجی شاید ویدیو بعدی. چرا همش داره میپرداش؟ حاجی نمای بلد نیستم بنویسم. نمای وبکمت خداست. داداش تو رو خدا الو. اون چی بود تو رو خدا؟ داداش نگاه کن. وبکمت خواست چیه؟ داداش اولی سلام بده. چرا آپارات را زبان خاص خودشونو دارن؟ اصلا باید بریم بزنیم بچه‌ای که میخوان بیا آپارات زبان آپارات رو یاد بگیرن. یه چیزی تقریبا شبیه فازه. داداش کلاس چندمی؟ صدا نمیاد. این اصلا انتظار نشم چیزی آرایش شدنم. من هزاران میلیون داداش حاجی هدفش آرایش شدن. یعنی هدف یعنی 1.600 بزنیم تقریبا یا 90% هدفشو پر کنیم. مرسی برکنم. خب آقا پرانده دیگه اشکالی دیگه. تشکر. برو بس. می‌نویسیم داداش تو نیازی به آرایش نداری. یه روش حاجی یکی براش میشه 5 میلیون نه تخمه بودن سر بابا چرا چیکار خانواده من داری؟ تو نیاز به داداش وقتی به استریم چی؟ مجازات دیگه چیزی. بعد به مامانش در نگو مامان منم از اینا میخوام. حاجی شر بستنی. اینا چرا اینطوری هم؟ فکر کنم عقل خاص سواد خاص خودشونو دارن اینا. حاجی بریم میت باش. حاجی بریم. یا خود بذار داداش میای میت حاجی ببینی باشید. حاجی بقام دوغش علی نیستی که قبلا بازی کردی؟ یا خدا یادت بیاد دکورش از من بهتره. 1-0 من بردم. دکورش از دکور من بهتره. داداش یکم بیا پایین تر استریم که ببینیم با چی رسیدیم. بزنیمش خواهد داش میای میت. بله میام میت. من الان تو میتم. تو بعد الان بیای میت. میاید اینجا. خب بذارید من دوباره بهتون بگم. بابا یه لینکی من الان براتون دوباره میذارم اینجا. لینکشه. بزنید روی این لینک. خب میاید اینجا. میاید داخل اینجا. حاجی حله. بذار ببینم میتونم ببینم نت جواب میده یا نه.
میای از تو جوینو میزنی. آها حاجی بس من تا الان داشتم کار دیگه این نت مرد، یعنی لعنت به سرعت اینترنت حاجی، سرعت اینترنت داغونه. بعد جالبه گفته بیاین میت با من، بعد اینجا زده ماینکرافت. یعنی من نمیدونم اون سئویی یا همون اون پشتیبان آپارات ساپورتی قراره بیاد اینو بند کنه کیه که نمیکنه. من یه بار خب یه استریم گذاشتم 2 دقیقه یه چیزم اشتباه، یعنی مثلا میگم داشتم گیم تاک میرفتم ولی ولی لازم ماینکرافت بود، بند شدم یه هفته. حاجی شما افلان لعنت به سرعت اینترنت، حاجی لعنت سرعت اینترنت داغون. من کی قول دادی؟ داداش چقدر هدفاشون کوچیکه اینا، خیلی هدفای کوچیکی دارن. کاری مارک بعد ببین دیگه اینو ببازم استریم گذاشته داره اینو بازی میکنه، بعد اون کسی که میاد این استریم رو نگاه میکنه. من یه دوران تو آپارات خودم رو کشتم، شد 3 نفر. وای حاجی شد 3 نفر. من یه زمان خودم رو کشتم تو آپارات که یکی بیاد من ببینه کامبت مستر بازی میکردم چطور، ولی که یک نفر خودم داشتم خودم رو میدیدم با گوشی، ولی این 3 نفر داره این بازی رو که من فشار میخورم. حاجی واقعا نمیدونم حرف یه شیک بزن 100 تومن دونیت حاجی میزنه. میدونی درازترین شده باید میدونم 17 باشی. حاجی چه جوکی در بریم، بذار ببینیم مسخره ترین جوک ببینیم چی در بریم. مسخره جوک عزیزم هم اینجوری می‌نویسن هم جوک می‌نویسن. آها بذار آره میدونی سیگار یه روز 3 نفره میرن رستوران برای وزیت کانال رو بیکار. حاجی حل اینه براش بفرستیم ببینیم چی آیدی میکنه. گذاشتم بیاد میدونی اینجا سیگار وقتی خوشم چه توتونشون عروسی میشه. میدونی سیگار وقتی خوشم میشن چی میشه؟ توتونشون عروسی میشه. داداش من اولین بار اینو بهم گفتن مردم. پلیس افتاد دنبالم گفت مشروب خوردی دهنت بونده. گفتم پلیس صبح بلند میشی دهنت حاجی نه بزن تو حاجی این خودش جوکه، تو خودت جوکی. حاجی این خودش جوکه لعنت به. چرا من احساس می‌کنم با افکت چشماشو مثل بچه چند کالا فلیرید افکت زده احتمالاً. آقا کالا فلیر رو بشناس. ای خدا سلام به همگی. داداش این آمده استریم بود سلام به همگی. خب 200 تا هم فقط چیز داره، یعنی انگار یعنی کانال پوریا پوتک هم انقدر چیز نداره موقع استریم، انقدر ادمین نداره. بعد ما داریم یه تصویر وب کم و در حال اتصال میبینیم با یه پس زمینه‌ای که داره بارون میاد. مرسی از استریم مهربان. صداش میاد آجی؟ اگه یهو 3000 سلام علیکم 3500 کل داداش چرا این شکلی نه؟ از وسط اینجوری کلا قیچی هم میندازه تو سلاس من جلو خود یکی تون 4 نفر مرسی بچه‌ها وایس خب این گیمو نمیتونه باز کنه، این خرابه درست. شما با امروز مجور عالم خرابه. محمد MTJ مرسی واسه کانال. یکی تون شک بزنیم 250 دونیت میگم. حاجی جواب بده عالیه. من برمیگردم آپارات. اگه 3500 تا روبی بزنه نمره تمام امتحان. یکی دون چی بزنه؟ آقا دونیت خرابه، لینک دونیت خرابه. بذار من این لینک دونیت رو بردارم بدبخت بشیم. بچه‌ها توی لینک دونیت چطوری؟ خب حاجی بسیار مردیم و خندیدیم. این از پارت 1 آپارات گردی. اگر خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید که ادامهش بریم. خداحافظ.